تو این 2 سال جز قانون شکنی و ظلم و توهین و شکنجه و پرونده سازی و دروغ چیزی ندیدیم. به دادسرای تخلفات کارکنان دولت نامه زدم و از بازپرس و افسر پرونده و رئیس شعبه قتل آگاهی به خاطر شکنجه ها شکایت کردم. گفتن باید پزشکی قانونی نظر بده. با گزارش پزشکی قانونی دکتر محمد نمازی متخصص جراحی دست و سرجری، شکستگی دستم تایید شد. گفتن باید شاهدم داشته باشی. آقای سید شاهین ناصری که شاهد عینی شکنجه شدن من تو بازداشتگاه بود به شعبه 5 دادسرای احضار شد و مطابق با احکام قرآن سوگند خورد و شکنجه شدنم شهادت داد. ولی فایده این نداشت و دیوان عالی کشور با وجود تمامی این مدارک که همشون منتشر خواهند شد توی حکمش نوشته ادعای شکنجه از سوی متهم نوید افکاری مدلل به دلیل قاطعی نیست. شما بگید من دردمو باید به کی بگم؟ من فقط ادعای شکنجه شدن نکردم. عکس رادیولوژی، گزارش پزشکی قانونی و شهادت شهودی که مطابق با موازین شرعی سوگند خوردن و شهادت دادن اثبات کننده ادعای منه، ولی گوش شنوا. قوانین تا وقتی اجرا نشن مشت کاغذ باطله بیشتر نیستن. برای اثبات شکنجه شدنم چه مدرکی باید ارائه میدادم که ندادم؟ به کی و کجا باید نامه میدادم که ندادم؟